سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد مهدی هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. تو این ویدیو قراره که آموزش شناسوندن بکاپ بازی به استیم رو یاد بگیریم با هم که خیلی ساده است. وارد استیم میشیم. مثلا میخوایم این بازی کانتر استرایک سورس رو که بکاپش رو داریم به استیم بشناسونیمش. به محل نصب استیم میریم، وارد پوشه خود استیم میشیم که به صورت دیفالت توی درایو سی نصب میشه. حالا اگه تغییرش دادی که تو همون درایوی که نصبش کردی میشه. میای پایین این صفحه رو استیم اپس رو پیدا میکنیم، پوشه کامان. دیتاهای بازی ها تو این پوشه میره. این قسمت میاد. خب ما بکاپمون رو میاریم اینجا. بریم وارد پوشه کامان میکنیم و میایم اینجا روی اینستال میزنیم. همون درایو که توش استیم هست رو انتخاب میکنیم و اینستال رو میزنیم. میایم توی قسمت دانلود و اینجا خود استیم به صورت اتوماتیک شروع میکنه که به شناسایی اون فایل هایی که هستن تو اون پوشه. وقتی میبینه هست خودش شناسایی میکنه تا یه جاییشو یا کاملش رو بقیه‌اش رو دانلود میکنه. الان کن رفته ولیدیتینگ فایلز، یعنی داره اون فایل رو شناسایی میکنه. مهمترین نکته این وسط اینه که اون پوشه‌ای که یعنی اسم نیم اون پوشه‌ای که خود استیم درست میکنه دقیقاً همون باشه. مثلا تو اومدی بکاپ رو از یک سایتی دانلود کردی، باید توی یه پوشه‌ای بریزی که خود استیم اون اسم رو میسازه. برای این کارم میشه حرکتی زد. حرکتش چیه؟ حرکتش اینه که الان کنین درست شد کامل، میتونی پلی بدی تمامش کنی. خب من الان دوباره اینو میگیرم جابجا میکنم که بهتون نشون بدم. اینو کات میکنم میارم یه جای دیگه، چون من آنینستالش کنم خود استیم میگیره چیکار میکنه؟ اینو میگیره پاک میکنه. خب من اینجا برداشتمش. الان میایم اینو آنینستال میکنیم. کلیک راست، منیج، آنینستال. خب آنینستال کردم. تو اسم اون پوشه رو نمیدونی چیه، درسته؟ این اینستال رو میزنی. خب یه خورده وای میستی تا یه بخشی دانلود بشه. یه بخشی که دانلود شد تو میای پاز میدی، اینو میری میبینی که همچین پوشه‌ای ساخته. اسم این پوشه رو میگیری، دقیقاً این نیم رو نگه میداری، بکاپ رو میریزی داخل این. بعد دوباره میای اینجا اینو آنینستال میکنی، همون مراحل رو دوباره از اول میری، دوباره میگیره شناسایی میکنه و اوکی میشه، حل میشه. بازیایی که دیتای بیشتری دارن، خب این بازی الان قدیمیه کلا آپدیت زیاد نمیده. بازیایی که دیتای بیشتری دارن مثل وارزون و مثل خود کانتر CS2 یا 2 بازی های جدید، خود یعنی بکاپ کاملش رو هم داشته باشی ممکنه تا یه جایی رو شناسایی کنه، از یه جایی به بعد رو دانلود کنه. گیر میکنه معمولا که اینو کارش نمیشه کرد. خب تموم شد. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه ترفندها و نکته ها در مورد نرم افزارهای ویندوزی و کار با نرم افزارهای ادوبی و گیم، آموزش گیم خوشت میاد، چنلمو دنبال کن. خوشحال میشم که چنلمو دنبال کنی. این اولین ویدیوی چنلمه. همین.